درود و سلام استاد. سلام. اول از همه میخوام سپاس کنم که این فرصت را به من دادین با این فارسی نفیس و کم. بله، موضوع سخنرانی من مستقیما با رنگوینون نیست. استاد صدا می آید؟ بله صدای شما. بله، سخنرانی من درباره هر چقدر درباره رنگوینون نباشد، باز هم اگر درباره حکمت ازلی سخن بگوییم، از هرمز تا افلاطون و سهروردی تا هنری کوربن و رنگوینون، این یک میبینیم که این یک سلسله است و بعد از اسلام میبینیم که سهروردی یک میهنگ است، یک شخص بزرگ است که حکمت قدیم باستانی را به وقت خود میارد و بعد از او به ما میرسد. بله، موضوع من درباره تاثیر افلاطون بر سهروردی در چارچوب اشراق است. چرا من این موضوع را انتخاب کردم؟ اولا باید او را بگویم چون سهروردی میگوید که در یونان باستان آخرین کسی است که به نور تامس، به نور ازلی رسیده افلاطون است. وقتی به حکمت الاشراق یا تلویحات یا مطارحات نگاه میکنیم، میبینیم که جای افلاطون یا به عباره دیگر پلاتون در حکمت سهروردی خیلی جای بالا گرفته است، چون وقتی نگاه میکنید میگوید که افلاطون الهی، استاد خرد یا پیشوای حکمت، و هنری کوربن میگوید که در ایرانیان اولین کسی است که به دنبال افلاطون، به حکمت افلاطون رسیده سهروردی است. سهروردی میگوید که حکمت و دانش جاویدانی که از هرمز سرچشمه گرفته در سمت غربی به امپدوکلس، پیثاگورس، افلاطون و افلاطونیان رسیده. بله، سمت شرقی هم هست که به کیومرث و فریدون و کیخسرو و بعد از اونها به بایزید و حلاج رسیده. ولی من میخواهم که در این مدت کوتاه فقط درباره افلاطون و تاثیر افلاطون بر سهروردی حرف بزنم. به گفته افلاطون، فیلسوف یونانی باستان، روح انسان از عالم و قلمرو بالاتر آمده است، اما انسان به دلیل مشاغله‌های مادی این وجه متعالی را فراموش کرده است. این گفته خود افلاطون است، ولی وقتی به آثار سهروردی نگاه میکنیم، به این معنای این جمله در حکمت الاشراق هم هست. انسان با کاهش دادن به فعالیت‌های بدنی و اندیشیدن به ایده خیر در متون کتاب‌های افلاطون آمده و در کلمات سهروردی به عباره نور الانوار آمده است. می توان این وجه متعالی یعنی وجه متافیزیکی خود را دوباره بیابد. به گفته افلاطون این وضعیت با مثال شخصی در خار که مستقیما خورشید را مشاهده می کند نشان داده می شود. خیر از با متینی میخوام این را بگویم که
اول از اینکه تاثیر افلاطون بر سهروردی بگویم، باید تاثیر ایران باستان با خصوص آهورامزدا و زرتشت بر افلاطون بگویم. وقتی ما به یونان باستان نگاه میکنیم میبینیم که قبل از افلاطون خود امپدوکلس و فیثاگوروس به مصر رفته‌اند. مصر برای اینکه با هرمس متعلق هست، با خصوص شهر اخمیم، جای جالبی دارد. وقتی فیثاگوروس 22 سال در مصر حکمت آموخت، حکمت هرمسی آموخت، شاه ایران باستان کامیسس دوم مصر را گرفت و خود فیثاگوروس هم به عنوان برده و اسیر به سرزمین بابل برده شد. خود فیثاگوروس هم آنجا علم بحران هم گرفت. این یک تاریخی بود که از ایران باستان به فیثاگوروس و از او به افلاطون رسیدن. و خیر از اینها، در وقتی ما به آثار افلاطون نگاه میکنیم، در خود آثار آلکیبیادس درباره آهورامزدا و زرتشت ifade و عباره ها وجود دارند. من میخوام اونها را بخوانم. رابطه افلاطون با ایران باستان و زرتشت از نظر معنا بخشیدن به ابعاد اشراقی نیز حائز اهمیت است. در واقع مشخص است که ایران باستان به ویژه زرتشت در افلاطون تاثیرگذار بوده است، تا آنجا که افلاطون در اثر خود نام آلکیبیادس به آهورامزدا و زرتشت اشاره می کند. بر این اساس 4 حکیم قدیمی برای تعلیم و تربیت شاهان ایران باستان وجود داشته‌اند. یکی از آنها داناترین و دیگری صحیح و راستترین، دیگری معتدلترین و آخری شجاعترین توصیف شده است. در اثر افلاطون زرتشت به عنوان خردمندترین پسر آهورامزدا معرفی شده و به میدان آمده است. او می نویسد که زرتشت علم مخون پرستش خدایان و پادشاهی را آموخت. افلاطون در اینجا درباره دیگر فرزندان آهورامزدا نیز اظهاراتی می کند. بر این اساس می گوید به عادلترین آنها در طول زندگی خود راستگویی را آموخت. به معتدلترین آنها آموخت که چگونه می توان یک پادشاه واقعی بود بدون اینکه برده هوس‌ها و لذت‌ها و لذات او باشد. و بالاخره به فرزند آخر آموخت که ترس نوع بردگی است. باید بگوییم که افلاطون تبیین فلسفه این اصول را که بر اساس ایران باستان استوار است در اثر خود با عنوان جمهوری به تفصیل شرح داده و چارچوب صلاحیت‌های روح و میزان آن مورد بحث قرار داده است. شاید بتوان گفت که اندیشه ایران باستان به ویژه اندیشه موهان نه تنها بر افلاطون بلکه کل اندیشه هلنی تاثیرگذار بوده است. بله، وقتی ما حرف میزنیم که سهروردی
از افلاطون تأثیر گذار بود، ولی جنبه دیگر را هم می‌بینیم که خود افلاطون در آلکیبیادس مستقیما از آهورامازدا و زرتشت حرف زده است. بله، این در جهانبینی و فلسفه اشراق هماهنگ است. چرا؟ چون سهروردی میگوید که علم ازلی از نور الانوار، تابش نور الانوار، از طریق جبریل به هرمز داده و از هرمز از جانب به یونان باستان، از جانب شرقی هم به ایران باستان آورده شده است. و در در یونان باستان آخرین کسی که درباره این علم و ازلیت را حرف زده و کشیده، این خصوصیت مهم است که سهروردی چندین بار تکرار کرده، خود افلاطون این را چشیده. بر این مبنا که تا هنری کوربن میگویند که فلسفه اشراق خود فلسفه به معنا خود فلسفه افلاطون هست که این را چشیده. بله، چشیدن به این معنا است که از طرفی باید فلسفه برهان و فلسفه مشروعی داشته باشیم، ولی این یک مقدمه است. بعد از این مقدمه یا پله دیگر، پله آخر، باید ذوق و چشیدن داشته باشیم. بر مبنای فلسفه سهروردی یک تاثیر دیگر هم هست که به نظر من سهروردی بسیاری از او استفاده کرده. این هم در در جمهوری افلاطون آمده، به مثال خار آمده. افلاطون نوشته که مردمانی هستند که از بچگی تا بزرگسالی در خاری نشستند، از دست و پا و گردنشان به زنجیر کشیدند و اینها فقط این انعکاس آفتاب را می توانند ببینند. افلاطون می نویسد که اگر ما یکی از آنها از اون خار آزاد کنیم و ببریم بیرون، اون برده قدیم و آزاد اولا سایه ها را خواهید دید، بعد از سالها بعد از هم خود آفتاب را هم می‌بیند. افلاطون میگوید که وقتی این برده این آفتاب را با چشمان خود ببیند، بعد از این حقیقت به خار خود برگردد، چه می‌بیند؟ چه خواهد دید؟ آیا آن کسانی که در خار آن سایه ها را حقیقت می‌بینند، به این مرد روشندل چه میگویند؟ وقتی ما می‌بینیم این سمبول ها را، زندگی خود شیخ اشراق را هم پیدا می‌کنیم. چرا؟ چون سهروردی با طبع تام خود ملاقات کرده، با شعاع و پرتوهای نور الانوار هم ممکنه دیدنی کرده باشد و می‌بینیم که در حلب در علمای اهل قشت محاکمه می‌شود. در سمبول‌های خار
خود افلاطون هم میبینیم. افلاطون میگوید که این مرد وقتی به خار خود برگردد به دوستان و عزیزان خود بگوید حقیقت این سایه ها نیست، خود حقیقت بیرون از آن چیزی که فکر میکنید هست، اونها آن مرد روشنده که حقیقت را با چشمان خود دیده تحقیق خواهند کرد و اون را محاکمه خواهند کرد. چیزی جالبی هست که پلاتون نمیگوید که این مرد چطور از زندان آزاد می شود و بیرون می رود و اون نور را، آفتاب را یا ایده خیر را می بیند. ولی ما در داستان غربت غربی می بینیم که آن کسی که در شهر قیروان در آن تاریکی حتی در خود چاه تاریک اسیر شده با پدر مهربانی خود ارتباطی برقرار می کند. این ارتباط از طریق یک پیامی می آید، چون می بینیم که کسی که زندانی شده در این چاه تاریک، به عباره دیگر دنیا یا به عباره دیگری هم بدن انسان، از طریق هدهد یا پیام های گوناگون از پدرش اخبار میگیرد که از اون زندان ها حتی اگر موقت هم باشد آزاد بشود. بله، من صدای من انعکاس میکند. من میخوام به نتیجه برسم. در این سخنرانی خودم میخوام نشان بدهم که سهروردی تحت تاثیر جدی افلاطون، فیلسوف یونانی باستان، بوده است. این تأثیر به وضوح در نگاه به بدن به عنوان عنصری که روح را آلوده می کند و بدن به عنوان یک زندان به تصویر کشیده شود دیده می شود. ولی این را ما در عقل سرخ سهروردی، در قصه غربت غربی سهروردی می بینیم. وقتی نگاه می کنیم در خود آثار خود افلاطون هم دیده می شود که این را به آلکیبیادس می توانیم، تیموس را می توانیم شاهد نشان بدهیم که به گفته شهرزوری شارح سهروردی، تیموس اثر افلاطون بر تجربه های افلاطون نوشته شده است. همچنین می توان گفت که در تمثیل کار افلاطون افراد دور از حقیقت سایه ها را حقیقت می بینند. الهام بخش داستان غربت غرب سهروردی هم بوده است. علی رغم همه این تأثیرات، دیدن سهروردی به عنوان یک افلاطونی یا نو افلاطونی مناسب با فلسفه سهروردی هم نیست. چرا؟ زیرا سهروردی نه تنها افلاطون بلکه تحت تاثیر بسیاری از فلاسفه و مکاتب شرق و غرب از جمله دین مبین اسلام بوده است. در واقع سهروردی بر این باور است که حکمت باستانی هندی، ایرانی، بابلی، مصری و یونانی تا افلاطون را با حکمت اشراق احیا کرده است. سهروردی این حکمت را حکمت جاویدان و حکمت ازلی نامیده است.
در این راستا اگر بخوایم فلسفه اشراق سهروردی را خلاصه کنیم میتوان گفت که احیا کننده است تا ساختن. سهروردی میخواست توجه را به حکمت جاویدانه به ویژه ایران باستان و یونان باستان جلب کند. از این حیث همانطور که نمیتوانیم بگوییم سهروردی فقط زرتشتی است، نمیتوانیم بگوییم که فقط افلاطونی است. شاید مناسب‌ترین حرف این باشد که سهروردی احیاگر حکمت جاویدانه است. از این حیث تمدن‌های الهام گرفته این حکمت جاویدانه هستند. البته شایسته می‌دانیم که آخرین جمله خود را بر اساس دو بیتی از مولانا به پایان برسانیم. چرا قبل از من استاد ترجمان ردمیر هم سخن زیبایی خود را با کلمات حضرت مولانا آراسته، من هم میخوام عیبی و کاستی های سخنرانی خود با کلمات زیبایی حضرت مولانا پوشش بدهم، البته با اجازه استادان. حضرت مولانا میگوید که هر کسی که از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من هم از مبنای خوانش خود بین افلاطون و سهروردی این ارتباطی را دیدم. ممکنه این ارتباط در این ارتباط اشتباهی هم کرده باشم. وقتی آنچه را که آنها سر می‌گذارند تجربه کنیم، می‌توانیم آنها را، یعنی از افلاطون و از خود سهروردی، از درون درک کنیم یا دوست باشیم. بله، من میخوام سخنرانی خود را در اینجا خاتمه بدهم. اگر به استادان اذیت کرده باشم، به فارسی کم و نقیص عذرخواهی میکنم. برای این که من را گوش کردید سپاسگزارم.